در واقع شغل من مبارزه سیاسی برای آزادی بوده در این سالها. آقای پهلوی، برای این شغل درآمدی که ندارید، من منظورم درآمدتون از چه راهی به دست میارید؟ نه خب درآمد که نداره، به حال هر کاری آدم بتونه بکنه در حد توانش انجام میده و من خوشبختانه با کمک خانواده‌ام تا باز تونستم لااقل زندگیم بگذره برای اینکه بتونم تمام وقتمو بذارم برای این کار سیاسی. یعنی همسرتون شاغل هستن آقای پهلوی؟ خیر، همسر من البته مدتی کار میکرد ولی در حال حاضر نه، فقط ما در حال مبارزه هستیم و بیشتر هزینه ها رو با کمک خانواده خودم، بخصوص مادر خودم که تا به حال من رو کمک کردن تا اینکه من بتونم تمام وقت به این کار بپردازم. رضا جان ازت خیلی ممنونیم، خیلی متشکریم. تو واقعا زحمت کشیدی. چرا شاهزاده ما باید کار کنه؟ ما باید بریم کار کنیم، شاهزاده باید فعالیت سیاسی کنه. شاهزاده اگر الان خسته شدید به مامان فرحجان بگید من داوودی بزرگم هستم، خرج من رو بده، ماشین برام بگیره، خونه بگیره، یه لپتاپ خوب برام بگیره، از این اپل چیزی باشه، منم فعالیت سیاسی میکنم. من زلمم نمیذارم بره کار روغی خانم رو. همینجوری میشینیم با هم دیگه تعامل میکنیم، فعالیت های سیاسی انجام میدیم. چرا نباید بکنیم؟ فعالیت های سیاسی بسیار با ارزشه، بسیار با شکوه، بسیار قوی باید انجام بدیم. ما جمهوری اسلامی رو داغون میکنیم دوتای با هم دیگه. همینجوری من و تو بشینیم بغل هم دیگه اپوزیسیون درست بکنیم، جمهوری اسلامی رو نابود کرده.